ما توی کشورمون تورم شدیدی رو داریم تجربه میکنیم. نجات از تورم یک راه بیشتر نداره و اون هم درآمد دلاریه. ما برای اینکه درآمد دلاری داشته باشیم یکی از گزینه‌هامون اینه که بیایم سمت سرمایه گذاری و ترید. در بین کاربرای صرافی تبدیل خیلی از افراد بودن که تونستن سرمایه‌شون رو چندین برابر بکنن. از اون سمت متاسفانه خیلی از افراد سرمایه‌شون رو توی این بازار از دست دادن. تفاوت این دو گروه چیه؟ صرفاً در دانش و مهارت تریدشونه. توی این چند سالی که صرافی تبدیل فعالیت خودش رو شروع کرده، خیلی از کاربرها درخواست یک دوره آموزشی رو داشتن. در کنار این، تبدیل همیشه این تعهد رو داشته که بتونه سطح دانش مالی کاربرها و مردم ایران رو ارتقا بده. همه اینها در کنار هم باعث شد که ما یک دوره جامع آموزشی رو تهیه بکنیم. اما این دوره با دوره‌های دیگه کمی متفاوته. اگر شما تریدرها و سرمایه گذارای موفق رو نگاه بکنید، میبینید که اغلب از یک یا چند تا سیستم معاملاتی استفاده میکنن ولی کاملا روش مسلطن. من به عنوان مدیر اسید منیجمنت صرافی تبدیل توی این دوره تلاشم رو کردم که تمامی تجربیاتی که توی این سالها کسب کردم رو در طی این دوره بهتون منتقل بکنم. خود من قبلا وقتی دوره‌های مختلف رو می‌دیدم و بعدش می‌خواستم معامله بکنم یه چالشی داشتم. بعد از اینکه دوره تموم می‌شد من همه مسائل رو فکر می‌کردم که یاد گرفتم و بعدش که واقعاً پای چارت میشستم و میخواستم به صورت عملی معامله رو شروع بکنم به خیلی چالش ها میخوردم. نمیدونستم گام به گام باید چیکار بکنم، نمیدونستم پوزیشنم رو چجوری باید مدیریت بکنم، نمیدونستم که تو شرایط پرنوسان بازار باید چیکار بکنم و هزاران سوال دیگه. حتی نمیدونستم که انواع روش‌های سفارش گذاری چجوریه. خلاصه که ما توی این دوره سعیمون اینه که به صورت کاملا عملی و گام به گام روش‌های مختلف معاملاتی رو بهتون آموزش بدیم. تفاوت دیگه این دوره با دوره‌های دیگه تمرکز روی مدیریت سرمایه است. شما بهترین استراتژی جهان رو داشته باشید اما مدیریت سرمایه رو رعایت نکنید، نهایتاً چیزی جز ضرر و زیان نصیبتون نمیشه. ما توی این دوره تمام پارامترهای مربوط به مدیریت سرمایه رو با هم دیگه یاد میگیریم و کلی تکنیک یاد میگیریم که چجوری میتونیم پوزیشنامون رو مدیریت بکنیم و ریسکمون رو مدیریت بکنیم. و اما سرفصلای این دوره، ما توی این دوره اول یه سری مقدمات رو با هم دیگه یاد میگیریم. در ادامه بحث اصلیمون یعنی مدیریت ریسک و سرمایه رو شروع میکنیم. بعد از این مرحله یاد میگیریم که چجوری با سایت تریدینگ ویو و صرافی کار بکنیم و امکاناتشون رو کامل با همدیگه مرور میکنیم. بعدش تازه میتونیم تحلیل تکنیکال رو شروع بکنیم. در مورد روندها با همدیگه صحبت میکنیم، نواحی حمایتی، مقاومتی، کانالهای قیمتی، الگوهای قیمتی و خیلی موارد دیگه‌ای که توی دوره آقای البروکس هستش رو کاملا با همدیگه یاد میگیریم. بعد از اینکه تکنیکال و پرایس اکشن کلاسیک رو با هم دیگه یاد گرفتیم، میریم سراغ اندیکاتورها و یاد میگیریم که چجوری از اندیکاتورها استفاده بکنیم برای اینکه معاملات دقیق‌تر و کم ریسک تری داشته باشیم و خیلی مفصل در مورد واگرایی‌ها با هم دیگه صحبت میکنیم. در ادامه میریم وارد پرایس اکشن نوین میشیم و نواحی عرضه و تقاضا رو میتونیم با هم دیگه تشخیص بدیم. اوردر بلاک رو میتونیم تشخیص بدیم. مارکت استراکچر بازار رو یاد میگیریم که چجوری میتونیم مشخص بکنیم و بر اساس روش معاملاتی اسمارت مانی کلی استراتژی مختلف و گوناگون رو با همدیگه یاد میگیریم که تو شرایط مختلف بازار هر کدومش میتونه خیلی جذاب باشه. کار به همینجا ختم نمیشه. ما در ادامه وارد بحث‌های روانشناسی ترید میشیم که میتونه خیلی توی سوددهیمون بهمون کمک بکنه. در انتهای دوره برای افرادی که علاقه‌مند به هولد و سرمایه‌گذاری بلند مدت هستن یه بخش ویژه رو تهیه کردیم. توی این قسمت نحوه بستن سبد به صورت کاملا اصولی در بازار ارزهای دیجیتال رو بهتون آموزش دادیم. اگر واقعاً قصد دارید یک بار برای همیشه بازارهای مالی رو یاد بگیرید که بتونید به صورت مستمر و معقول از بازار درآمد دلاری داشته باشید، این دوره مخصوص شماست.